سلام، وقت همتون بخیر. روز پدر رو به تک تک شما عزیزای دل تبریک میگم و آرزوی شادی و خرسندی برای تک تک پدرای سرزمینم دارم و امیدوارم روح تمام پدرایی که آسمانی شدن شاد بشه. شک نکنین تو این شب عزیز همشون کنارتون. خیلی سرده ولی امروز یه چالش برای مردم داریم. اونم اینه که به پدرشون زنگ میزنن، به همسرشون زنگ میزنن، تبریک میگن بهشون، هر چیزی که از ته وجودشون هست به همسر یا پدرشون میگن. امیدوارم که سالم باشین و تهش هم یه کادو از طرف ما. مرسی. سلام. خوبین شما؟ خیلی ممنون. میخوام زنگ بزنیم به بابات، روزشو بهش تبریک بگی. زنگ بزن بهش. بابا امشب جواب نمیدن. الو سلام بابا. خوبی؟ بابا روزت مبارک. هیچی، همینجوری خواستم تبریک بگم. من برای خستگی هایت بمیرم. بابا جواب نمیده. سلام. خوبی؟ خیلی ممنون. روزت مرسی. مبارک. متشکرم. میخوام زنگ بزنی به بابات، روزشو بهش تبریک بگی. بعد حتما. مرسی. خوشه یاد. اسم باباشو نمیگم. ولش. الو سلام. خوبی بابا؟ سلامتیات خوبه؟ روزت مبارک. ممنون. انشالله سایت همیشه بالا سرمون باشه. سلامت باشی. مرسی. روزت مبارک. مرسی. بابای به شدت فانی داری. خدا سایه‌شو همیشه بالا سرت نگه داره. خیلی ممنون. همچنین. مرسی. سلام. وقت شما بخیر. مرسی، وقت شما هم بخیر. متأهلین یا مجرد؟ بله متأهلم. میخوام که زنگ بزنیم به همسرتون و روزشو بهش هر جوری که خودتون دوست دارین تبریک بگید. باشه چشم. مرسی. بزن رو اسپیکر. یه گوشه از تموم حسمو نمیشه توی حرف بدم به تو، چجوری از دلم بگم به تو، بگم میتونه چیشه خسته کار بگم حامد جان، میخواستم روز تو تبریک بگم، انشالله بهترین ها سر راه قرار بگیره. بهترین مرد من، روزت مبارک عزیز دلم. میدونم خسته ای و الانم پیشم نیستی، راه دوری، دستاتو میبوسم عزیز دلم. تموم زندگیم برای تو، تموم قلب من فدای تو. چقدر قشنگ و با محبت. چقدر قشنگ. مرسی. خواهش میکنم روز خودتونم زنده باشین. دست شما درد نکنه. مرسی که شرکت کردید. ازتون خدا نگهدار.